درود به همه، به کانال پوریا پوتک خوش اومدید. به کانال حسام تیری اچم خوش اومدید. خب همونجوری که دیدید یه ویدیو خیلی باحال داریم که ایدهش یهو به ذهن من رسیده و ایده خودساختگی خودمه و میدونم پوریا بچه خیلی باحالیه. انگار پسر خالم میگم پوریا پوتک بچه باحالیه و میدونم که ناراحت نمیشه و میدونم که حال میکنه کلی. امروز اومدم به جملات سنگینی که آخر ویدیوش میگه ریاکشن نشون بدم. البته خودم ویدیوهاش همه رو میبینم، سابسکرایبش دارم و اینکه پیشنهاد میکنم که اگه کانال پوریا پوتک رو نرید الان برید سابش کنید، ویدیوهاشو ببینید. البته ویدیوی منو ببینید بعد برید آخر ویدیو پوریا پوتک رو ساب کنید. داشتم میگفتم یکی از دلایل دیگه ای که این ویدیو رو میسازم واسه اینه که اونایی که ویدیوی کانال من تماشا میکنن اکثرشون طرفدارای پوریا پوتکن و این باعث افتخار واسه من که بازدید کننده همچین رپری، همچین یوتیوبری اومده ویدیوهای منو دیده و همین الان هم داره ویدیومو تماشا میکنه. دوستتون دارم کل اکسیا، چون پوریا پوتک به شما میگه کل اکسیا، من به شما میگم کل زیبا، زیبارویان خوبه، بهتره، اینجور مؤدب‌تره. بریم سراغ ویدیو، برو بریم. خلاصه اگه ما رو خر فرض کردی در جریان طول آلت خرم باش. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. دهن سرویس بعضی اوقات جمله‌های خیلی باحالی میگه. دختر بودن یعنی میدونی با هیچ کس رابطه ای نداشتی ولی یه روز پریود عقب بیفته فکر میکنی حامله ای. دیروز یه دختر پسر 15 ساله رو تخت استوری گذاشته بودن. بعد اون وقت من هنوز از دوست دخترم میپرسم برنامه‌ت چیه؟ میگه هنر، ورزش، ریاضی. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. فکر کردم داره خبر میده، اصلا فکر نمی‌کردم داره جمله سنگین میگه. اصلا جمله سنگین نبود پوتک. ناموسا این جمله سنگین نبود. اگه این ویدیو می‌بینید این جمله سنگین بگم داره از خبر یه چیزی میگه، چون این ویدیو تا آخر ندیده بودم. اصلا این ویدیو ندیده بودم. راست میگه، این نسل‌های جدید خیلی پیشرفت کردن. البته خودمون هم نسل جدید هستیم حالا یه جوری، ولی در 70 هستیم دیگه. تازگی خیلی بچه‌ها پیشرفت کردن، اصلا یه مراحلی میرن که اصلا واسه بزرگتران قفله. اصلا کلا خیلی خطرناکه، اوضاع خیلی خیته. به قول اون یارو گفتنی اوضاع بد خیته. طرف دختر بارلش میره چند روز مسافرت با اینکه هنوز 18 سالش تموم نشده. یعنی اصلا یه پسرم به این موضوع فکر میکنه پشماش میریزه، اصلا کلا به هم میریزه. گفتم این محله واسه پسرام قفله. حتی طرف تا 12 شب بیرونه. شما همچین رفیقایی دارین؟ دخترها بنویسین. البته پسرایی که میرن دیگه کوکوپرشون ریخته. به قول گفتنی الان دیگه نمیشه جلوی دخترها گفت گشنمه. این روزها کسی با تو پسر خاله نمیشه مگر اینکه بخواد کلاه قرمزی شده تو فرو کنه. اول از همه پولدار شید. جملهش هم خنده‌دار بود، یعنی طنز تلخ بود. یعنی واقعا این روزه کسی با تو پسر خاله نمیشه، بعد یه فایده باش داشته باشی. دمت گرم پوتک. خوب تو میگن ولی بد تو میخوان، تولدت نه ولی ختم تو میان. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. لایک داری پسر، لایک داری، یعنی باید این جمله رو طلا گرفت زد به دیوار. چی گفت؟ با اینکه من این ویدیو رو دیده بودم تا آخرش هم این جمله سنگین رو شنیده بودم، بازم میگم این جمله خیلی خفنه. همه ما اینطوری هستیم، تا زنده ایم دوست داریم همدیگه رو بکوبونیم، همدیگه رو نابود کنیم. وقتی میریم چه فایده داره؟ تو بشین تا صبح گریه کن، تو بشین 1 سال گریه کن، زجه بزن. متاسفانه اینطوری هستیم دیگه، انسان‌های زنده کش و مرده پرست. اگه قرار باشه به این جمله امتیاز بدم از 1 تا 10، بهش 10 کامل میدم. دستم راداش 20 هم میدادم، اصلا دستم راداش 100 هم میدادم، چون تکه. پوتک تکه بینوله. خوبه پوتک. الان تو کامنت ها بنویسین آیمان، بنویسین تو کامنت ها آیمان بس دیگه. در واقع قدیما ریش سفیدا نصیحتمون میکردن، الان کون سفیدا. دهنتو عجب چیزی گفتی.
ایول منظورش با اونا که گوشی دست میگیرن میرن تو پارک ها. قدیما روی سفیدا نصیحتمون میکردن، الان کن سفیدا. خدا چقدر تو خوبی. خودش هم چقدر خندش میگیره لعنتی. چرا داستان اینجوری شده؟ چرا همه یه گوشی دستشون گرفتن دوست دارن ما رو نصیحت کنن؟ تو چی داری از زندگی میخوای ما رو نصیحت کنی؟ اکسپلور رو باز میکنی پر از نصیحتاه. خب هممون از نصیحت بدمون میاد. زندگی مثل آمپول زدن تو باسنه، هر چی سفت و سخت بگیری بیشتر دردت میاد. نخند، شل کن. به یارو میگی ولش کن دیگه، بس دیگه، شل کن دیگه. منم با شما هم میگم شل کنید. هر جا بهتون زندگی فشار اومد شل کنید و بخندید. این بهتون خیلی کمک میکنه. چشم. از این دفعه میخوام آخر ویدیوام بگم. درسته از پوتک اسکی میرم، همینجا اعلام میکنم از پوتک اسکی میرم، ولی میخوام آخر ویدیوام این جملات سنگین رو بگم. با خوبی بیش از حد کسی اسیرت نمیشه، رئیست میشه. اول از همه پولدار شید. پسر برگام چی گفتی تو اصلا؟ یعنی داغونم کردی. گفت بی من چی میکشی؟ گفتم نقشه برای خوشگذرونی. والا فکر کرده بی اون میمیرم. مردم چه پرتوقع شدن. تهریدم بود. حالا چی میکشم بدون تو؟ انسان مگه چقدر زندگی میکنه؟ از رفتن یکی، از نبودن یکی ناراحت بشه. فایده دیگه رفت تموم شد. الله. هیچ وقت خودتو دست کم نگیر، چون یه بنز هیچ وقت به این فکر نمیکنه که پارکش کردی یواشکی بری با یه پراید خوش بگذرونی. چی گفت؟ یه بار دیگه ویدیو چک. هیچ وقت خودتو دست کم نگیر، چون یه بنز هیچ وقت به این فکر نمیکنه که پارکش کردی یواشکی بری با یه پراید خوش بگذرونی. واقعا خیلی مفهومی و سنگین بود پوتک. اینجوریه که میگه که هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. خب بعد اومد تشبیه کرده مثل یه بنز هیچ وقت عین خیالش نیست که تو اومدی پارکش کردی رفتی با پراید اشغال کرد. هیچ وقت خودتو دست کم نگیر. پس تموم شد. خیلی تاثیرگذار. بچا این ویدیوهایی که دارم الان جمله سنگینشو میبینم هر کدومو دیدم قبلا و دارم بهتون میگم اینا چند تا آخر من ندیدم. مثلا ویدیوی پوتک رو باز نکردم، باز کردم اونایی که تامنیلاش خوشم اومد باز کردم. ببخشید. اونقدری که دخترها به دوستاشون خیانت میکنن، پسرها به دخترها خیانت نمیکنن. دخترها چه جمله‌ای گفت. نکنیم با دوستاتون این کارو دیگه. دوست پسرای دوستاتون ندزدین، رل دوستاتون رو ندزدید، زیرابشو نزنید. هیچی مثل ما پسرا نمیشه. ایول پوتک. الان فمینیستا بریزن زیر کامنت ببینم فمینیست کیه. بریز زیر کامنت فوش بده. بگو حسام تو مرض داری که میریزی دنبال داستانی ها. جدیدن تو اینستاگرام هر کسی رو میبینی میخواد سرمایه‌مون رو 2 برابر کنه. جالبه بدونن که سرمایه ما کی مونه؟ اگه اهل کار باشن 3 برابر هم میشه. اول از همه پولدار باشید. نه چی گفتی تو اصلا؟ انتظار نداشتم. من این ویدیو دیدم، چرا آخرش رو نگاه نکردم؟ چرا آخر ویدیو نگاه نکردم؟ توی ویدیو جملات سنگین میگفتن طرفدارا، بعدش فرستاده بودن. اگه تلخم بودی مثل الکل باش، نه کونه خیار. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. سلامتی دعاشمون پوتک، سلامتی دعاشمون پوریا پوتک. تعداد فالوور رو بی خیال، تعداد دادنات به کانرسه بیبی. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. درسته هم درسته هم راست. از خوبی های خونه 25 متری اینه که اگه مهمون بیاد باید بشینه روش. از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. چیزی ندارم بگم. what the fuck. فکر کردم خودم چی بگه. تا نباشد دادنی دورت نگردد پسری. اول از همه پولدار شید، خدای منو ببخش. بعد
لعنت بهت. میگم این سمیه رو از کجا میاره پوتک؟ خیلی سمیه. شباهت خاصی با اعصابم داری. پوریا جان واسهش تبلیغات، واسه جمله تبلیغات. اشکال نداره، به عشق پوریا پوتک تا آخرشو میبینیم. هیچ وقت ندارمت. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. چی شده؟ یکی بهم بگه چی شده؟ لاتیشو نکوبون. تو حتی اگه ژاپنی و سامورایی هم میشدی اسمت کونمون بود. این واسه اونایی که لاتیشو زیادی میپر میکنن واسه ما. تو اگه ژاپنی هم میشدی اسمت کونمون بود. خطو بنداز. ای والله شم پوتک، ای والله شم پوتک. رفیقم داغ تو نبینم، قصه خوردن تو نبینم. رفیقم داغ تو نبینم، قصه خوردن تو نبینم. میگفت تکپرم، راستشو میگفت. تک تک با همه میپرید طول سگ. طول سگ. راست میگفت، تکبر بود. تک تک به همه دست میداد. دلتنگی یعنی نیم ساعت رو عکس جدیدش قفلی بزنی. اول از همه پولدار شید. پوتک خرابم کردی پوتک. یک یادگاری و بان دیوار شورش بیزار. دیشب رو عکسش نزدیک 1 ساعت قفلی دادم. پرنده‌ای که روی درخت نشسته هیچ وقت نگران شکسته شدن شاخه اون درخت نیست، چون اون پرنده به بالهای خودش اعتماد کرده، نه اون شاخه. چیزی کمالم بود شکست. همیشه سعی کنید تو زندگیتون بال داشته باشید تا پرواز کنید. خب مرسی رفقا تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. ممنونم از همتون، از همه اونایی که از تمام کلکسیای پوریا پوتک، از تمام طرفدارای پوریا پوتک. ببخشید من اینجوری صحبت می‌کنم چون پوریا پوتک شما اینجوری صحبت می‌کنه. بچه‌ها چون پوریا پوتک یکی از رپرها و یوتیوبرهایی که کاملا با جنبه است و میشه با شوخی کرد، من این ویدیوشو واسه اون درست کردم. یه خورده حالا شیطنتی اگه حرفی چیزی زدم ناراحت شدین ببخشید. پوریا جان ببخشید، خیلی دوستش دارم. امیدوارم که این ویدیو رو اگه دیدش نظرش در مورد من بگه. پوریا دارم نوع میکنم. پوریا تو خدا ببینه من ببین. پوریا بچه ها پوریا پوتک میگه ویدیو من ببینه دیگه. راستی بچه ها اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. کامنت نظری دارین تو کامنت بنویسید واسم کامنت کنید. در آخرم که اگه چنل رو سابسکرایب نکردی چنل من سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی و بیای ویدیومو ببینی. یادتونم نره چنل پوریا پوتکم سابسکرایب کنید. آخرش هم مدل پوریا پوتکی تمام میکنیم ویدیو رو. نمک خوردی، نمک دون و شکوندی، نوش جونت. داخل لام از سب چرا نمک دونو کردی تو کونت؟ اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. Goodbye. رفیقم داغ تو نبینم، قصه خوردن تو نبینم. رفیقم داغ تو نبینم، قصه خوردن تو نبینم. دستت بده به دستم، زمین خوردن تو نبینم. رفیق خوب مرهم رازم، توی مایه افتخارم. رفیق خوب مرهم رازم، توی مایه افتخارم. دستت بده به دستم، زمین خوردن تو نبینم. دستت بده به دستم، زمین خوردن تو نبینم. نه 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 نه.